سمفونی مردگان یکی از شاهکارهای ادبیات معاصر ایران است که توسط عباس معروفی نوشته شده و نخستین بار در سال 1368 منتشر شد. این رمان با نثری شاعرانه، فضایی تاریک و داستانی عمیق، زندگی خانواده‌ای در اردبیل دهه‌های 1320 و 1330 را روایت می‌کند، خانواده‌ای که اسیر تعصبات، سنت‌گرایی و تضاد نسل‌ها شدند. ساختار روایی غیر خطی دارد، گاهی راوی اول شخص است، گاهی سوم شخص. داستان از زوایای مختلف بازگو می شود که باعث پیچیدگی و عمق آن می شود. زبان رمان شاعرانه و بسیار تصویری است، استعاره‌ها و توصیف‌هایش بسیار تأثیرگذارند. فضای کلی داستان غمبار، تلخ و سرشار از ناکامی است، همانطور که از اسمش هم پیداست، یک سمفونی، اما از نوع مردگان. اگر به ادبیات روانشناختی، داستان‌هایی درباره روابط پیچیده خانوادگی و نقد اجتماعی در بستری شاعرانه علاقه‌مند هستی، سمفونی مردگان قطعاً یکی از بهترین نمونه‌های رمان ایرانیه که میتونه تأثیر عمیقی روت بذاره. برای گوش دادن به کتاب‌های بیشتر حتماً سابسکرایب کن.